به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام دوست رو یکانم، خوبت؟ سلامتت؟ سلامتیتون خوب است؟ انشالله که همیشه خوب باشید. دوست رو یکان، اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم. برایتون یک قصه جالبی دیگر آوردم. بچه های عزیز، افسانه امروزه ما ماشین مورچه ها می باشد. بچه ها، 3 مورچه با هم دوست بودند. آنها هر روز برای تهیه غذایشان با هم بیرون می رفتند. آنها هر روز زحمتی زیادی می کشیدند تا غذاهای سنگین را به سمت خانه اشان حمل کنند. یک روز مورچه ها یک غذای پیدا کردند که خیلی خوشمزه بود ولی خیلی خیلی سنگین بود و برداشتنش برای مورچه ها سخت بود. مورچه ها بعد از تلاش زیاد توانستند خوراک را کمی جابجا کنند، ولی خسته شدند و هر کدامشان خود را به یک طرف زمین انداختند تا استراحت کنند. یکی از مورچه ها گفت: چرا ما ماشین نداریم؟ چرا آدم ها چیزهای سنگینشان را با ماشین حمل میکنند ولی ما همه چیزمون را باید با پشتمون ببریم؟ حرف آن مورچه آنقدر عجیب بود که برای چند لحظه هر 3 نفرشان ساکت شدند و به فکر فرو رفتند. بعد هر 3 نفرشان گفتند که باید ماشین بسازیم. ولی چطور؟ بچه ها، به نظرتان مورچه ها با چی چیزی می توانند ماشین درست کنند؟ مورچه ها اطرافشان را گشتند و هر چیزی که مناسب ساختن ماشین بود با خودشان به پیش همان خوراکی آوردند. یکی از مورچه ها برگ گل پیدا کرد که با کمکی هم آن برگ را برای کف ماشین استفاده کردند. آن 2 مورچه دیگر باشد تگمه های میدهک گردی پیدا کردند که به جای چرخ ماشین استفاده می شد. مورچه ها بعد از تلاش زیاد 1 ساعت بعد ماشین زیبایی درست کردند. خوراکشان را به ماشین گذاشتند و به طرف خانه اشان حرکت کردند. مورچه ها آن روز به جای اینکه غذایشان را به پشتشان ببرند خودشان بالای غذایشان نشسته بودند. وقتی به خانه اشان رسیدند مورچه های دیگر با تعجب به دوستانشان نگاه کردند که روی وسیله عجیبی نشسته بودند. مورچه ها وقتی ماجرا را فهمیدند دوستانشان را تشویق کردند و به پیش ملکه مورچه ها بردند. ملکه مورچه ها به آنها هدیه داد و نام ماشین آنها را ماشین مورچه‌ای گذاشت. حالا با کمک ماشین مورچه‌ای کاری مورچه ها راحت تر شده بود و هر روز غذاهای زیاد و زیادتر به خانه اشان می آوردند و برای زمستان جمع می کردند. بچه های عزیز، اگر از این داستان خوشتان آمده باشد می توانید از پدر و مادرتان اجازه بگیرید و نظرتان رو به ما ارسال کنید. تا افسانه های دیگر، خدایار و نگهدار شما. خدا حافظ.
برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 06 76 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org